هی باز چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. امروز اومدیم با ویدیو بمب آستان اسلامی بریم که داشته باشیم. ما شمالیا تابستونا دشتیم، یعنی پایینیم، میگن قشلاق. زمستونا میریم کوه، ییلاق، میریم بالاست اونجاست. چون گاو اگه پایین بمونه تابستون تلف میشه. گاو باید ببریم ییلاق، خودمون هم اونجا میمونیم، بعد گاو میبرن کوه بزرگتر، اون کوه بالا. حالا دیگه من که نمیتونم دامداری خارکوسر از بنچاق بیام توضیح بدم. خواهر گاو و باب و سگ دارید بابا. تغییر مودش عالیه. واکنش من به صدای بوق ماشین بغلی. دهنت سرویس. سر صبح خواهر صبح بچه رو گاییدی که او ببینم من سریع دوربین رو بزنم خارکوستر نمیدونم چی کار بکنم. بایست گرفت این خارکوستر اینا. سر صبح اینا گرفت. حرکت کن راننده تویوتا، حرکت کن، منتقل سمت راست توقف کن آقا. چی کار داری کثافت سر صبح بخوای پول جریمه کنه دولت بخوره آخه؟ اولین تبلیغ کرم صورت توسط آیس هستم. خب آیسان جون امروز چه کلمه میزنید؟ امروز شیوا جون اومدن اینجا سالن ما، گفتن این کلمه بزنی 40 سال تو رو جوان میکنه. خودشون امتحان کردن. آره تمام پسرها افتاده بودن دنبالش. خب شیوا جون چجوری میزنید؟ ببین بچه کلمه اینجا میکشیم پایین ولی اینجا میدیم بالا. خب چی میشه بعدن؟ باورتون نمیشه بعد 48 ساعت صورتتون میشه مثل کس مرغ. شیوا جون کس خروس چی؟ کس خروس رو باید با اون یکی قاطی کنی. خب اون چقدره؟ اون اگه کد منو بزنین میشه انقدر. بابا جمع کن بابا، کس بازی رو کس خروس بابا ول کن. حرفا چیه؟ ملت هم بیکار نیستن گوش میکنن. وقتی زیادی با خدایا یا این شور و شوق جوانی رو از من بگیر یا انرژی به من بده حاجی. بدنم نا نداره، دودولم شکست از خدا. ردش کن این هوای خارکوستر رو دیگه، گاییدیمون بابا. حول چراغ جادو. مشروب بلد نیستم. اینم دیده بودم که میرازه این ستاره یا زنگوله گاوداریه. بگیر خوار پدر زگاییدم بزن خوار. آقا اجازه زنگ آخره. آره که اون کش زنگ مدرسه بود. من بعد از ته زدن آرایش چه موی کیری خواه مادرتو گاییدم من. بابا این چه موی کس شریه به ما همه شاخ خار کسه که بابا. چه مویی دارم نه؟ چرا اینجوری شد این گو؟ کسکشه بابا. وقتی میپرسن رفیقت چجور آدمیه. وقتی میپرسن رفیقت چجور آدمیه. حیوان خداست دیگه برادر، حیوان خدا. خب اینم بود ویدیو امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو دیگه میبینمتون. فعلا